حادثه‌های طبیعی عاقبت‌های دهشتناک داشته در دنیا همیشه رخ میداد. ولی یگان وقت این حادثه ها این خیلی تیز رخ نمیداد. میگویند عالمان این ساحه آبخیزی ها، شمال های سخت و تند، بارشات زیادی برف و باران، سیل و خمیدن یخ و کوهپاره ها، گرمشوی هوا، خشکسالی، زمین لرزه و دیگر چنان زیاد گشتند که حتی ما با آن عادت کرده ایم. در برابر تلفات جانی این آفت‌ها باز خسارات و ضرر زیاد اقتصادی با آدمان پیش می‌آورند. از آفت‌های طبیعی مملکت ما نیز یکی از آسیب پذیرترین در دنیا به حساب می‌رود. طبیعت همه ساله به اقتصادیات مملکت میلیون‌ها دلار ضرر آورده، به جان آدمان خطرهای زیاد ایجاد می‌کند. سلام تماشابینان شبکه یک را تختیجی، با شما من یوسف عزیزوف. امروز من به شما درباره زمین لرزه‌ای که سالهای اولی عصر 19 در وادی حصار و وقوع آمده محله‌های زیاد را به خاک یکسان کرده و هزارها آدمان را زنده به زنده زیر خاک نمانده است معلومات می‌دهم. زمین لرزه قره‌طاق که سال 1907 در این وادی رخ داده است در برابر زمین لرزه سال 1911 در سرریز و 1949 در هایید خسارات زیادی جانی و مالی به بار آورده است. اولا من می‌خواهم درباره قره‌طاق به شما کمی معلومات دهم. شهرچه قره‌طاق در 45 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه در نشیبی قطارکوه‌های حصار و از دو طرف ساحل‌های دریاچه قره‌طاق جایگیر است. در قره‌طاق اصلا تاجیکان و ازبکان با دیگر نمایندگان قوم و ملت‌ها زندگی می‌کنند. تشکیل شهرچه قره‌طاق را تاریخچیان 300 سال قبل در اول عصر 18 گفته یکمین استقامت کنندگان صوفی ایشانی محمد رضا خواجه طرفدار رویه نقشبندیه با یک چند شاگردانش به حساب می روند. آنها از شهر سمرقند به قره‌طاق آمده یکمین باشندگان قره‌طاق بودند. این است که تا حال مردم این محله ها با لهجه سمرقندی گپ می زنند. قره‌طاق در عصر 19 سودای متشکل با دیگر دولت ها از جمله هندوستان داشت. تا سال 1870 قره‌طاق خود به یگان خانگری تابع نبود و حکومتی راهبری کننده خود را داشت. ولی بعدتر به تابعیت امارت بخارا که زیر اسارت روسیه بود درآورده شد. تاریخچیان میگویند که امیر بخارا مظفر سال 1866 با وادی حصار برای به تابعیت خود درآوردن این وادی لشکر فرستانید که چندین قلعه ها را در قره‌طاق ویران کرده در حصار بیگیگری تشکیل نموده قره‌طاق را تابع این بیگیگری اعلان نمود. مردم قره‌طاق از گذشته بسیار مردم هنرمند بوده زیاده از 30 نمودی محصولات ها را استحصال میکردند و نام کنی کسب ها را صاحب شده بودند. در بازار جهانی با ساختن کارد و شمشیر دیگر سلاح‌های از آهن شهرت جهانی داشتند. سال 1870 قره‌طاق به تابعیت بخارا داخل کرده شد که این وقت اهالی قره‌طاق زیاده از 12,000 تشکیل میداد. قره‌طاق از طرف طبقه های عالی محل اداره میشد و صاحب 12 محله، 23 مسجد، مدرسه و بازار کلان بود. چندین قاریخانه و درویش خانه داشت که درویشان از هر گوشه دنیا به اینجا جمع آمده صحبت ها تشکیل می نمودند. حیات در این گوشه زیبا جوش می زد. مردم بیخبر از تقدیر خود در تکاپوی زندگانی خود بودند. هر کس با طور خود با خصلت و هنر خود زندگی خود را پیش می برد و با خصلت آدمی خود فکر می کردند که آنها ممکن است عمری دراز بینند و در پیری عالم را پدرود گویند. بعضی ها در فکر آبادی و خرسند کردن دل آدمان و بعضی دیگر در فکر بدی به کسی و غصب مال بیچارگان بودند. ولی صبح 21 اکتبر سال 1907 ساعت 4:23 مردم در خواب ناگهان در کاردینات 38/5 و 67/9 در چقوری 35 کیلومتر که این کاردینات ها به موضع قره‌طاق راست می آمد زمین لرزه سخت مردم را از خواب بیدار کرد. مردمی از ترس از خواب بیدار شده در این وقت سحری تیرماه هوا تاریک بود نمیدانستند که چی کار کنند. آنها از ترس به خود ناآمده بودند که بعد 21 دقیقه یعنی ساعت 4:44 باز کمی دورتر از مرکز زمین لرزه یکم در چقوری 24 کیلومتر باز زمین لرزه شدیدتر رخ داد که شدتناکیش با جدول امسک 64 که تا 12 بال معین شده است یکم مراتبه 9 و دوم مراتبه 10 بال را تشکیل میداد. موافق این جدول در حالت 10 بال زمین لرزه زمین میکفد، خانه ها میگردند،
و یرچ فروروی زمین به عمل می آید. در اول زمین گریزانتری جنبیده قبضهای زمین را ویران نمود و در لرزش دوم به طور ورتیکالی شدتناکتر جنبید که یرشهای کلان از کوه تپه ها کنده شده خانه های مردم را زیر خاک نمود. مردمی از ترس به خود نآمده به گریختن و پناه بردن هم فرصت نیافتند. از همه لرزش سخت در طرف جنوبی قطارکوه‌های حصار در مساحت 1000 کیلومتر کوادراتی 40-48 کیلومتر از جنوب غربی دوشنبه به وقوع آمد. در این زمین لرزه پردهشت 150 دهه و شهرچه قره‌طاق خانه‌هایشان ولنگار گشته بعد کندن یرچ و کوهپاره‌های نزدیک زیر خاک ماند. این فلاکت دهشت‌آور زیاده از 12000 آدم را به کام خورد بود. از قره‌طاق یک وقت زیبا چیزی باقی نماند. در تاریخ یادداشت‌های کم آدمان این حادثه دهشت‌آور قید شده است. یکی از آنها نقل می‌کند که بعد آنکه یکم مراتب زمین جنبید قریب همه خانه‌های ده ویران شد. آدمانی که زنده مانده بودند به بیرون دویده برآمده از ترس چی کار کردنشان را نمی‌دانستند. آن شب نمی‌دانم از کدام سبب مرا خواب نمی‌برد. چیزی خاطرم را پریشان کرده بود. از بس که هوا خنک شده بود همه در درون خانه‌ها خواب کرده بودند. من به بیرون به حولی برآمدم. بعد چند لحظه ناگهان حس کردم که گویا زمین از زیر پایم مرا برداشته ایستاده است. در جایم نشستم و دیدم که چخیر خانه‌ام در پیش چشمم در یک لحظه چپه شد. چی کار کردم را نمی‌دانستم. از هر طرف آوازی ناله و فریاد آدمان به گوش می‌رسید. بعد چند وقت دیگر ناگهان زمین چنان سخت لرزید که حتی راست ایستادن امکان نداشت. وقتی به طرف چپ قشلاق نگاه کردم به گوشم صدای پردهشتی خمیدن کوه به گوش رسید که هر لحظه آوازش بلندتر میشد و آن لحظه برای نجات جان خود من دیگر وقتی فکر کردن را نداشتم و خود را به دریاچه قره‌طاق که نزدیک بود پرتافتم. دیگرش در یادم نیست. مرا از پایان آدمان نجات یافته برآوردند و یک چند وقت پس به یاد آمدم. از قره‌طاق و دهه‌های گرد و اطراف جز ویرانه چیزی نبود. این بود عاقبت آن زمین لرزه فاجعه آور سال 1907 که بعد خود 150 دهه و شهرچه قره‌طاق را تمام ویران کرده زیاده از 12000 آدم را زیر خاک نمود. ولی زندگان را زندگی باید. و از سببی که قره‌طاق در جای بسیار زیبا و برای زندگی موافق بود در یک مدت کوتاه باز آباد شد و مردم از پس زندگی آدمی را عجیب خصلت است که تیز روزهای بد و دشوار را فراموش میکند. تاجیکستان از سببهای در کوهستان سر به فلک کشیده جایگیر بودنش یکی از مکانهای آسیب پذیرترین به حساب می رود. اگر شما نوارهای گذشته ما درباره سیل و ژاله، آبشوی پیریخ‌ها، جنگلزارها، چراگاه‌ها را تماشا کرده باشید، من در آن نوارها سببهای آن که از اندک حادثه طبیعی چطور ضررهای زیادی جانی و مالی به روزگار ما به عمل می آید نقل کرده بودم. اگر تماشا نکرده باشید حتما تماشا کنید. چون که ما به دست خود طبیعت کشور آسیب پذیر به اندک حادثه ها تبدیل می دهیم. تاجیکستان خود در منطقه جایگیر است که زمین لرزه همه روزه احساس کرده می شود. موافق معلومات استانسیه سیسمولوژی جمهوری همه ساله در کشور زیاده از 1000 زمین لرزه به قید گرفته می شود. موافق معلومات آنها در ماه در کشور زیاده از 20 زمین لرزه که آدمان آن را حس می کنند به قید گرفته می شود. اساساً زمین لرزه قوتناکیش 4-5 بعد با جدول امسیک 64 را آدمان احساس کرده می توانند. روی دادن زمین جنبی به حادثه های جای وسکونی مادای قسم بالایی منطقه و به ترکیش و زود جای وسک کردن قبضهای قشر زمین وابسته می باشد. زمین جنبی های هلاکت آور و خرابی آور اصلا در خطهای شکسته قشر زمین رخ می دهد. زمین جنبی ها خاصی منطقه های دارای کوه های جوان می باشند. از این سبب زمین جنبی های سخت در ناحیه های کوهسار به وجود می آیند. در همواری ها زمین جنبی کم رخ می دهد و قوهش سست است. زمین جنبی در چقوری های گوناگون قشر زمین در چقوری از 10 متر تا 700-800 کیلومتر به وجود می آید. چقوری هایی که در آن ترکیش و جای وسکونی قبضهای جسم های کوهی به عمل می آید منبع زمین جنبی اپی‌سنتر می نامند. محل و جای سطح قشر زمین که در بالای منبع زمین جنبی واقع گردیده است از آنجا موجهای تکانهای زیر زمینی از پایان به بالا راست حرکت می کنند. مرکز زمین جنبی یا اپی‌سنتر نام دارد. در مرکز زمین جنبی خرابی های بیشتر به وقوع می آید. در آن جایهایی که از مرکز دورند لپیش ها همچون موج به هر طرف پخش می شوند.
و قدرتشان نسبتاً سست است. قلمرو تاجیکستان منطقه فعال زمین جنبی به حساب می رود. یکی از چنین منطقه ها از حصار تا غرب طول کشیده است. از اینجا روی دادن زمین جنبی ها از 6 تا 9 بال از امکان دور نیست. زمین جنبی های قره‌طاق 1907 هایت 1949 از این شهادت می دهد. چون این زمین جنبی ها در سریز 1911 دهه آفتابرویه ناحیه اسفره سال 1977 شهر قیراقوم 1986 دهه شراره حصار 1989 و غیرها نیز رخ داده بودند. این است که در جمهوری ما یکی از مرکزهای تحقیقات علمی زلزله‌سنجی جهانی پژوهشگاه زلزله‌سنجی و انشاءات‌های با زلزله تاب‌آور عمل می‌کند. موافق توصیه آن در جمهوری انشاءات‌های با زلزله 6-8 بالا تاب‌آور باید ساخته شود. عالمان مقرر کردند که در یک سال به حساب میانه یک زلزله هلاکت‌آور، 100 زلزله خرابی‌آور و زیاده از 1 میلیون زلزله حس شونده و غیر از زلزله هایی که در اقیانوس می شود رخ می دهد. با معلومات شما می رسانم که زمین لرزه‌ای که در اقیانوس ها می شود آن هم بسیار خطرناک بوده به انسانیت ضررهای کلان جانی و مالی می رساند. از این رو ما باید در وقت ساختن منزل زیست با همه معیارهای ساختمانی به زلزله ها تاب‌آور رعایت نماییم. چنانکه در بالا قید نمودیم تاجیکستان منطقه فعال زمین جنبی به حساب می رود و باید هر یکی ما از خرد سر کرده تا پیان سال در وقت زمین جنبی دقیق چه رفتار کردن، رساندن یاری طبی اولین درجه به آسیب دیدگان، تشکیل گروه های نجات‌دهی اوله را با پورگی دانیم و اجرا کرده توانیم. با امید روزگاری خوش شما خاطر رسان میکنم به کانال یک را تخت تیجی آبونه و لایک ماندن را فراموش نکنید. با ما باشید.